در دل سرزمین باستانی تخار، در نقطه‌ای که رودخانه‌های آمو و کوکچه به هم می‌پیوندند، شهری قرار داشت که روزگاری رنگین درخشان تمدن یونانی باختری بود. شهری که نامش آیخانم است. تصور کنید حدود 2300 سال پیش در زمان اسکندر مقدونی. سربازان و فرماندهان یونانی وقتی به اینجا رسیدند، چنان شیفته طبیعت و موقعیت استراتژیک این سرزمین شدند که تصمیم گرفتند شهری بسازند. شهری با ستونهای مرمری، تئاترهای باشکوه، ورزشگاه‌های بزرگ و معابد خدایان یونانی. آیخانم تنها یک شهر نبود، بلکه پلی بود میان دو جهان. جهان یونانی و جهان شرقی. اینجا فلسفه و هنر یونانی با فرهنگ و باورهای محلی درآمیخت و تمدنی نو به وجود آورد. باستان شناسان در کاوش‌های آیخانم، کتابخانه‌ها، کاخ‌ها، سکه‌ها و آثار هنری بی‌نظیری یافتند که نشان می‌دهد این شهر روزگاری یکی از مراکز بزرگ دانش و فرهنگ در منطقه بوده است. اما سرنوشت همیشه مهربان نیست. آیخانم هم در برابر یورش‌ها و گذر زمان نتوانست پایدار بماند. روزی فرا رسید که این شهر با تمام شکوهش در آتش جنگ‌ها و هجوم‌ها نابود شد و تنها ویران‌هایی از آن باقی مانند. امروز وقتی به آیخانم نگاه می‌کنیم، ستون‌های شکسته و سنگ‌های فروریخته‌اش برای ما داستانی می‌گویند. داستان شهری که زمانی قلب تپنده فرهنگ و تمدن بود. به نظر شما اگر آیخانم تا امروز زنده می‌ماند، افغانستان امروز چه چهره‌ای داشت؟